اگر در حاجت خانه خب پس از بیرون شدن حاجت خانه با کلوخ یا بومگ خود را تازه کرده و با آب مستحب نکرده با آب طهارت دست و رو پای کرده نماز خوانی می شود؟ درست می شود برادر عزیز؟ اگر انسان وارد حاجت خانه شود و خودش را پاک سازد خواه به هر یک نوعی که چی توالت دی بومگ باشد، چی کلوخ باشد، چی پخته کهنه باشد، چی لته کهنه باشد، وقتی خودش پاک میکند آنچنان پاک میکند که دلش گواهی میتید که دیگر در مخرجای همه انسان چیزی از نجاست باقی نمانده است. دلش گواهی میتید. در همین حالت پس از این شستن آداب میگویند. شوی خوب نشویم باقی ندارم. ما فقط عادت کردگیم دادرای عزیز، فقط عادت کردگیم که بعد خودمان خشک کردن، قاق کردن حتمی با آب مستحب میکنیم، یعنی دل ما قرار نمیگیرد. و الا قانون شریعت این نیست. قانون شریعت بعد خشک کردن انسان اگر آبم نرساند در همون مخرجای خود ضرر و زیان ندارد. اساس دور کردنی همون اثر نجاست است. نجاست دور شد، تمام خودش قاق شد، میتونه طهارت دستی رو کنه، مثلا باقی مانده اعضاش میشود. درست میشه داداره. همین را خوب فهمین. چند بار من را میگویم، با بعضی ها مثال تغییرات میدارن، بعضی ها عقل گرایی میکنن. او قم الله باشی و دلیل و حجت داری، از جات حاضر خیز گپ زدن بگی. ولی چیزی نداری، گویم فکت نداری، دلیل نداری، چیزی گفتم گوش کن. نگو این چیزی نوی و با این فتوا را از کجا گرفتن؟ از کتاب گرفته. و من چیزی ندارم از خودم، یگان وحی برای من نمی آید، از یگان جای دیگر برای من یگان خبر نمی آید، کتاب میگد. شما میتونید کتاب مختصر، کتاب طهارت، باب استنجا را ببینید، خودتان تماشا کنید. و سخن کتاب برادر عزیز. برای بسیاری آدم ها گویم که نمیدونم یا برای خودشون شیرین کردن یا برای خودشون فهماندن که من علم بلندتره، علم بلند داری از پس من او در پیش من خیز گپ زن. من هر یک مسئله را حاضر گپ میزنم. اگر تو مثال دلیل داری و حجت داری خیز از جا در مثال بین مردم هم گپ زن، من تو را قبول دارم. ولی وقتی نداری چیزی را و من نام کتاب گپ میزنم یا برای تو مسئله را بفهمانم، تو پیروی او شد. اگر وی غلط و خطا باشد من در این مسئله گفتگی پیش خدا را جواب میگویم. برادر عزیز، همین مسئله را خیلی با دقت باشین. هر چیزی که برادر عزیز میشنوین و کسی در همون ایراد میگیرد یا میگه همین نادرست است یا همین فلان است، شما برای نادرست اگر شما دلاور نشوین بر من روبرو گپ زدن، شما در مکتوب نویسین، من میخوانمش. برای همون شک از دل شما دور شدن. کدام مسئله که شما در او شک دارین، شبهه دارین یا یگان پیشواتون میگه همین مسئله نادرست است، شما وای با من نویسانین، لیکن فقط همون ادرس همون آدم هم در نویسین. خدا خواهد من برای شما جواب گویم. برای همین مسئله همین رنگش داده را عزیز. ولی بعضی آدم ها بیچاره حتی بیمارن همونها را مجبور میکنن که مقصد خشک هم کردی حتمی آب برسان. حالا که برای آدمی بیمار کو تماما این اسلام دینی هست برادرای عزیز که حرج نداره، مشکلات نداره. مشکلات میداشت ببین در یک سال یک بار ماه رمضان میاد میگه معدت مزش نیست، روزه تا بخور. قوت روزه گرفتن نداری، روزه تا بخور. قوت راست ایستادن نداری، ببین راستا نماز خواندن فرض است. وقتی قوت راست ایستادن نداری، جا در نشستن نماز خوان. و اسلام دینی هست که مشکلات نداره برادر عزیز، همیشه آسانی است. ای خدای
السلام علیکم داملای عزیز و شیرین زبان حاجی مرزا. از شما خواهش دارم که با سوالهای من جواب دهید. خب